یه مادر تماس کشیده بود، بر ما گفت که جناب مولوی صاحب، ما در روز غم که کسی از خانواده ما وفات کرده بود، کل ما به غم بودیم. واقعا خیلی غم کلانی هست که وقتی یک کسی، یک عزیزی که بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال که در کنار ما باشه، او را از دست بدیم، چه پدر باشه، چه مادر باشه، چه برادر باشه، چه خواهر باشه، این یک غم بسیار بزرگ است. گفت اینمی روز غم که ما اصلا حال نداشتیم، یعنی خوشی چیز در زندگی ما نبود وقتی که غم کلان بس دامن ما را گرفت. ما در بین امواج غم ها بودیم که هنوز جنازه در میدان مانده شده که به ما گفته شد که این زنها اجازیات جمع شدن برین دیگ بانین. گفت از اول دیگ ماندن تا آخر دیگ ماندن با چشم پر از اشک و با فریاد ما دیگ ماندیم. گفت واقعا امیر اسلام گفته، امیر فرمایش اسلام است که در روز غم که ما به غم خود برسیم، ما به درد خود برسیم که یک عزیز خود را از دست دادیم، یا ما به فکر مهمانی باشیم، به فکر غذا درست کردن برای مهمانهای شکم پرست که گریه هایشان دروغ است. هر که سر مرده خود گریه میکنن، میآیند فقط گوگرد به دستشانش آتش میزنن، هر کدامشان میآید، هر خواهر مسلمان میآید 5 تا دانه دروغ، دانه میگن نه، او را مرثیه میگن در عرب، یک 5 تا دانه میگن که او فلانی خیلی پهلوان بود و خیلی قوی بود، حیفش که مرد و جوان بود و این شروز دیگه می گریه و فریاد، گریه و فریاد، گریه و فریاد، در حالی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه النیاحة من امر الجاهلیه، حدیث ابن ماجه است. فریاد و گریه زنان از امر جاهلیت و از اعمال کفری و شرکی است. گریه هست به سر غم، به که یک عزیزی را کسی از دست میده گریه باید بکنه، اما این گریه به این قسم نیست که سر و صورت بزن، موها را بکن، یخن پاره بکن، روی خود را پنجال بکن، فریادت به بیرونها، به مردها برسه. این اسلام عزیز نگفته، این بی‌صبری است، این راضی نبودن به قضا است که من روز جمعه مفصل صحبتش کردم. و یکی از امر جاهلیت اینمی درست کردن غذا در روز که میت در خانه اتفاق افتاده، یک مسلمان از دنیا رفته، در این روز غذا درست کردن از امر جاهلیت در اسلام جا ندارد. حدیث را براتون میخوانم. حدیث 1612 ابن ماجه است. جریر ابن عبدالله یکی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم است. او از پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم شنیده و بعدش خودش این گونه بیان میکنه، میگه کنا نرى الاجتماع الى اهل المیت، در جای دیگه نعد الاجتماع الى اهل المیت و صنعت الطعام من النیاح، جمع شدن در اطراف مرددار، جمع شدن در اطراف مرددار بعد از دفن، بعد از اینکه مرده را دفن میکردن، در اطراف مرددار جمع شدن و اونجا غذا درست کردن و غذا پخته کردن را، این را از اعمال جاهلیت و کفری و شرکی ما میدانستیم. حدیث را ابن ماجه میاره، حدیث هم صحیح است. علامه سندی در حاشیه‌اش نوشته میکنه که از اعمال جاهلیت بود، جاهلیت پیش از اسلام چون این عمل را میکردن. و این روایت عبدالله ابن جریر به منزله اجماع صحابه است، به منزله اجماع صحابه است. علامه سندی میگه گویا کل اصحاب پیامبر به این سخن اجماع دارن، به این سخن اجماع دارن که طعام درست کردن روز اول، روز دوم، روز سوم از خانه میت نادرسته، در اسلام جا نداره. کل فقه و فتوای ما نوشته میکنه، از همین فتوای شامی که کلانترین کتاب مذهب احناف است شروع، عالمگیری رو تو سعی میکنی، بزازیه رو سعی میکنی، قاضی خان رو سعی میکنی، خلاصه الفتوا رو سعی میکنی، مجموعه الفتوا رو سعی میکنی و صدها فتوای دیگری که در مذهب نوشته شده. حتی نه تنها این حصر در مذهب امام ابو حنیفه هم نیست، 4 مذهب به اجماع دارن که طعام درست کردن در خانه میت در روز غم،
این طعام درست کردن به خاطر مهمانی است، به خاطر سرور است، به خاطر خوشی است، نه به خاطر غم. امروز ببین فرمایش نبی را پشت سر انداختیم. رسول صلی الله علیه و سلم وقت حضرت جعفر شهید شدن، پیامبر فرمود اصنعوا لآل جعفر طعاما فقط اتاهم ما یشغلهم. ای اصحاب من به خانه جعفر غذا تیار بکنین، ببرین به خانه جعفر که به اونها غم رسیده، اونها غذا نمیخورن. وقتی به انسان غم برسه لب از غذا میگیره، ببرین شما به او غذا بتین به اونها که خودشون دیگه غم به سر صورتشان آمده، غم به زندگیشان آمده، اونها دیگر توانایی غذا درست کردن ندارن، اونها مصروف غمشان، شما غذا درست کنین. ولی امروز ما این فرمایش نبی را پشت سر انداختیم، کل جمع میشیم، مال یتیم نمیگیم. او بیچاره شوهرش از دنیا از دست داده، شوهرش از دنیا رفته، چند تا یتیم خردسال از اونها مانده، هیچ هم در بساط ندارن. اون روز قرض گرفتن، غذا درست کردن که اینایی که آمدن اکثر اینها به خاطر غم شریکی نمیرن، به خاطر جنازه نمیرن، به خاطر شکم پر کردن میرن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونهایی که مال یتیمان را میخورن در شکم خود آتش را خوردن، گوی آتش را خورده باشه. قرض کردن، ما این رسم و رواج ماست. مردم خنده میکنه، روز سه که نکنی مردم خنده میکنه. به خدا قسم نه سید در اسلام جای داره، نه چلت در اسلام جای داره، نه سالت در اسلام جای داره، نه شش ماهت در اسلام جای داره. صدقه دادن چیز دیگر است، خیرات کردن به خاطر خدا چیز دیگر است که ثوابش به این میت برسه، این چیز دیگر است. با این کسی مخالفت نداره، با صدقه کسی مخالفت نداره، با این که در راه خدا چیزی را به خاطر میت بتی با این کس مخالفت نداره. اما مال یتیم را دادن با این دین مخالفت داره. روز اول و دوم و سوم غذا درست کردن با این مخالفت داره. علامه ابن عابدین شامی نوشته میکنه روز اول و دوم و یکره اتخاذ الضیافه 3 ایام و اکلها. مکروه از ضیافت و مهمانی در 3 روز اول که وفات کرده یک کسی از خانواده و خوردن از او. و بعدش نوشته بگن کراهیت هم کراهیت تحریمی است، مکروه تحریمی است. پس این در اسلام عزیز ما جای نداره. غذا درست کردن که این شکایت خیلی زیاد شده، این هم یک مصرف کمر شکن. به او بیچاره هم فرزند خود را از دست دادن، هم پدر خود را از دست دادن، هم مادر خود را از دست دادن، هم پولشان را مردم مثل چند تا غارتگر و دزد داخل خانه میشن، همه را خورده میبرن، بروتای خود چرب کرده، شکم خود سیر کرده، میرن داخل خانه میشینن. غیبت هم شروع است. خوب شد مرد آدم خوب نبود، پلویش هم زدن، غیبتش هم میکنه. باز امروز چی میگن؟ هیچ نگران نباشه، این کاکایش زنده باشه ما بخیر. و امروز اول از دیگه، او روز با بسیار روز پره کردن است. نگران نباشین، ما و انشالله به شما رسیدگی میکنیم، به بیوی خود رسیدگی میکنیم، به یتیم خود رسیدگی میکنیم. وقت 5 روز 10 روز تیر میشه، باور بکنین نه کس از یتیم خبر داره، نه از بیوه کسی خبر داره. هست نیستم تو فعلا این تو جریان داره. پس بنان مال یتیم خوردن عزیزان گرامی در شریعت مقدس اسلام حرام است. مال وارث که او غایب است خوردن نادرست.